شما عین حال یگان مشکلی دارید یا نه در زندگی؟ به مشکلی که نشود نه چه به مشکلی میشه. اقتصاد ناز باشد زندگی ناز میشه. نه دورم. همه نرخ خستان دارن. معاش نمیخید. نفقه تمام کم. همش ما تنج گشتم. در عین زمان انسان به مشکلی نمی شود. شما عین حال یگان مشکلی دارید یا نه در زندگی؟ نه نه. وابسته به مسئله اقتصادی اجتماعی نرخ ماشین مثل ترانسپورت همش. نه یگان مشکلی نداره. یعنی شما خوشی خرسندی که زندگی؟ بله. همش عالی همش. ساز یگان مشکلی نداره. نمیدونم یگان مشکلی نیست که جدی باشد که من از وای نالون باشم. فکر میکنم همه خوبه که اوضاع در گشته ایستادیم. اما نازه انشالله خوبه. مشکلی وزیره داد. خیلی شاید در دیگر رو باشه. ما در الحمدلله مشکلی نداریم مشکلاتی. یعنی با خوشی خرسندی زندگی؟ البته را. روزی خدا را شکر. مشکل بسیار میشه. نفقه تمام کم. همه ریسپولیکی سایتیبه هم آخرین پاس کنین تیسی ما همه کم. دیگر نوحیات و ریسپولیکی نه. از اینو همه کم. خشمترین زندگی. نرخ نوعی هم بلند. باید بلند نفقه کم باشد. خود یک سم دیدیم دست بیستم سیستم خیست. همه چیز زندگی رزرس خیلی شویست. همه از اقتصاد وابسته اقتصاد ناز باشد زندگی ناز میشه. به مشکلی که نشود نه چه به مشکلی میشه. مشکلی الحمدلله همین زندگی که کردیم اگر مشکلی شود خیلی نرخ بلند یا نباشم هر روز با روز بین همه نرخ خستان دارن. معاش نمیخید. معاش همون بودگی بود. حق زندگی بهترین نمیشه. مثلا کودکان کلان شدن دارن. نوع مکتب میبریم. نفقه نمیگیرم کار میکنم. ها معاشتون چگونه است؟ 1200 نصیب اوه. اول زیاد خدا نمیشه. همین هر چی خدا دارم شکر میکنم. همش ما تنج گشتم. نه دورم. فقط در وضوی فرزندانم که اونها با مشکل نشود. سلام علیکم خواهرکو. اجازت است یک سوال داشتم.